بعدیم رسیدیم به لی 15 که دیدین دیگه. نگاه کنید کجای دنیا میارن بدون لاستیک، بدون چسب این لوله رو میذارن. اینم حتی اول لاستیک بذاری و اینکه باید اینجوری راست وصل کنی. ببین تو آقای استاد مشتبه نگینو کاری کردی شهر گلستان. نگاه این چه کاریه کردی عزیز من؟ هر چی فراشتن بالا وصل می‌کشیدن، آب میاد تو کف، از جا رفته تو آشپزخونه، اتاق خواب، راپله و طبقه پایین. این کارو نکن. بعد در من بیا. حالا این برداشت رو چی نداره این. نگاه کنید. هیچی نذاشتم. یعنی لولی که الان خواسته بره داخل سنگ توالت، اینجا نگاه کنید. این سنگ توالت ننشسته رو اون. نگاه کنید بچه‌ها. اصلا سنگ توالت اومده اورلپ شده، باید بره داخل خود سنگ توالت. نگاه کن هر چی که اینجا فلاشا میاد تو سنگ آب میریختن، آب میرفته داخل خود کف، آبم داخل لوله میرفته خیلی کم. ببین اینجا نگاه کن اورلپ این بوده. این کارو نکنین برادر من، این کارو نکنین. این چه کاری میکنین؟ یکم گرم میکردین این سر لوله میرفت داخل. آقا اینجوری دو کاری دیگه گذاشتی. این چه کاری میکنی عزیز دل برادر؟ نکنین خواهشان این کارو. خداحافظ.